بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز قسمت دوم داستان صحابی بزرگوار عبدالله ابن جحش رو با هم میخوایم بخونیم. اون پسرعمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، برادر ام المؤمنین زینب، همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و گفتیم جزو سابقین به اسلام هست و پیامبر حالا به ایشون رو با یه گروه 7 نفره همراه کرده. نامه‌ای رو داد که بعد از 2 روز این نامه رو باز کنید و ایشون نامه رو باز کردید. بله، پیامبر گفته بعد برید شما در مکان نخله بین طائف و مکه اونجا در کمین بنشینید و اخبار و تحرکات قریش رو برای ما خبر برسونید. و مأموریتی بسیار خطرناک، مأموریتی بسیار استراتژیک و مهم بود. ایشون هم به رو بیارانش کرد، گفت نگاه کنید این مسیر خطرناکیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین دستوری داده، من هم از فرمان ایشون اطاعت میکنم. هر کی آرزوی شهادت داره، هر کی علاقه داره برای حرکت در این مسیر میتونه همراه ما باشه، چون پیامبر گفته کسی رو مجبور نکنید به خاطر خطری که این سفر داره از کسانی که باهات همراهن. هر کی هم دوست نداره میتونه برگرده، چون اجباری در این کار نیست. تا اینجا بودی که قصه ما جلسه قبل با هم داشتیم. خب یارانش که باهاش بودن گفتن ما هم از امر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت محض داریم، سمعا و طاعتا، هر چیشون بگه ما گوش میکنیم و اطاعت میکنیم و با تو به هر مسیری که گفته حرکت میکنیم و ما بر نخواهیم گشت و همراه تو خواهیم بود. خب بالاخره این گروه 8 نفره حرکت کردند تا رسیدن به مکانی در نخله بین مکه و طائف که اونجا موقعیت استراتژیکی داشت، در موقعیت میتونن در اختفا باشن، پناه بگیرن و قشنگ ببینن تحرکات قریش چگونیه، از کجا میان به کجا میرن. من خیلی منطقه حساسی بود. یه دفعه اینا در همون موقعیتی که بودن که داشتن تجسس میکردن دیدن یه قافله‌ای داره از قریش میاد، یه قافله تجاری که 4 نفر در اون قافله هستن: عمرو ابن حضرمی، حکم ابن کیسان، عثمان ابن عبدالله و برادرش مغیره. خب نگاه میکردن، بررسی میکردن، اینا به عبارت دیدبانهایی داشتن اونجا و دیدن که تمام اموال و کارا تجارت‌های قریش مقداری در اون هست. پوست دارن، توش انگور دارن، مغولان میگن اصطلاحاً همین کشمش و اینجور چیزهایی که قریش با اون تجارت میکرد. اونا نشستن با هم مشورت کردن ما چی کار بکنیم، چرا که در یکی از روزهای ماه حرام بود. 4 ماه نزد عرب حرام بود. خوب دقت بکنید که عرب یعنی گفتم برای خودش یه قوانینی داشت در زمان جاهلیت و بعد از اینم این ماهای حرام مونده: ذوالقعده، ذوالحجه. ببینید ماهایی که برای حج هست: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب. این 4 ماه از ماهایی بوده که نزد عرب درش جنگ صورت نمی گرفت و میتونستن راحت عرب جابجا بشه و جزء قوانینشون بود، مثل قوانین بین‌المللی اون زمان بود. حالا الان چه زمانیه؟ الان زمانیه که 1 روز مونده که به این که این ماه حرام تمام بشه. اینا با هم نشستن چیکار کنن؟ آیا ما این کاروان رو بگیریم یا نه، یا بذاریم بره که خب فردا دیگه تا صبر کنیم که ماه حرام تمام بشه که اینا رفتن و دسترس ما خارج میشن. الان در کمین ما میتونیم اینها رو بگیریم، جمعیتشون هم زیاد نیست. مونده بودن اگه ما اینا رو بکشیم یا ماه حرام، قتل و کشتار، جنگ در ماه حرام بین عرب جایز نیست و اصلا خب چیزی نبود که پیامبرم نقض کرده باشه و حرمت این سرزمین بالاخره ما از بین میره و در عرب هم نسبت به ما بدبین میشه. خب چیکار باید میکردیم؟ اینا نشستن با خودشون فکر کردن بذاریم هم بریم، بذارن که این فرصت رو ما از دست دادیم. خلاصه با هم مشورتی کردن فلان، آخر گفتن خب آقا حمله میکنیم، شرایط این گونیه که بهتر برای اینه که ما حمله بکنیم، اینها رو بالاخره تونستیم میکشیم، نتونستیم اسیر میگیریم و غنیمت میگیریم. به این اتفاق کردن. در یک لحظه اینها تونستن در یک کمین مناسب حمله بکنن و 1 نفر از اون افراد رو کشتن، 2 نفر رو اسیر کردن و 1 نفر از این 4 نفر چیکار کرد؟ فرار کرد. بعد داستان تازه از اینجا شروع میشه. واقعیت ببینید چه اتفاقی افتاد. بحث شکستن قوانینی است که در سرزمین عرب قرنها وجود داشته و نزد عرب خیلی مهمه. بله، عبدالله ابن جحش با یارانش این اسیرها رو با خودشون آوردن و این کالاهایی رو که به غنیمت گرفته بودن وقتی پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدن، پیامبر خیلی ناراحت شد. اصلا این کار اینا رو نتونست قبول کنه. بهشون گفتش که قسم به خدا من شما رو نفرستاده بودم که بجنگید، من به شما فرمان ندادم، فقط فرمان دادم که برید که اخبار قریش برای ما بیارید و در تحرکات اونها رو بررسی کنید، ببینید اینا چه میکنن که ما یه وقت غافلگیر نشیم. هدف من نبود که
چه این کار شما انجام بدید و دو تا اسیر شما بگیرید اینجا برای من بیارید، من با این اسیرها چه کار بکنم و این کاروانی که شما گرفتید چه کاری بوده که شما کردید. و در این لحظه عبدالله ابن جحش و یارانش خیلی ناراحت شدن، خیلی براشون سخت بود که فهمیدن که با این کارشون مخالفت با امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم کردن. پیامبر گفت بعد وایسیم ببینیم چه بکنیم، تصمیم بگیریم چه باید کرد. این اسیرها باشن، این کالاهایی که شما اینجا غنیمت گرفتید و تصرف کردید دست بهش نزنید تا ببینیم چه کار بکنیم. هر لحظه میگذشت زمان بر این عبدالله ابن جحش، سعد ابن ابی وقاص و یارانش سخت‌تر و تنگتر میشد، طوری که همه مسلمان‌ها دیگه اینا سرزنش میکردن. شما کاری بود رفتید کردید، شما پیامبر خدا صلی الله علیه و شما دستور دیگه داده، شما انجام دادید، شما رفتید در یه روز با آخر ماه حرام مونده که تمام بشه جنگ کردید، آدم کشتید، غنیمت گرفتید، بالاخره اسیر آوردید. نمیدونید عرب رو علیه ما تحریک کردید، میگن مسلمان ها قوانین رو رعایت نمیکنن و هزاران از این امر دیگه که از همه مهمتر مخالفت با امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. و شرایط هم دیگه به گونه‌ای شد که دیگه قریش هم از این فرصت استفاده کرده بود، در سراسر سرزمین عرب این تبلیغات رو میکرد که بیایید که اینها و این محمد که ما میگفتیم ببینید قوانین رو شکسته، در ماه حرام جنگ را انداخته، یارانش آدم کشته، آدم اسیر گرفته و چه کرده و چه کرده و ماه حرام رو حلال دونسته، خون ریخته و امثال این مواردی که وجود داشت. و این تبلیغات خیلی شدید شده بود. هرچی این تبلیغات در اون فضا و جامعه عرب شدیدتر میشد، فشاری که بر عبدالله ابن جحش و یارانش میومد این فشار هم بیشتر میشد. اینها دیگه از خجالت رو نداشتن به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه بکنن، به خاطر این کاری که موقعیتی که پیامبر خدا در اون قرار گرفته بود. زمانی که دیگه به شدت این فشار روحی و روانی بر این یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، به ویژه عبدالله ابن جحش که امیر این گروه بود، شدید شده بود، یک اتفاقی افتاد. اون هم این بود که جبرائیل وحی رو از جانب پروردگار سبحان بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد که از در اون وحی، در این آیه الهی، خدا از این کار عبدالله ابن جحش و یارانی که با اون همراه بودن اعلام رضایت کرد و اصلا دیگه صحنه عوض شد. دیگه تو تصور کن که چه خوشحالی و چه شادمانی بر این گروه غلبه کرده، بر عبدالله ابن جحش، بر سعد ابن ابی وقاص و سایر یارانشون که الله رب العالمین از بالای 7 آسمان وحی الهی فرستاده در قرآن و اعلام رضایت کرده از کار اونها و اونها رو تبرئه کرده و سبب شده که هم پیامبر خدا خوشنود بشن، هم اصحاب خوشنود بشن و همین که اینها از این فشار و سختی که درش قرار گرفته بودن رهایی پیدا کنن. یعنی اصلا نمیشه تصور کرد اون خوشحالی و اون شادی رو. آیات قرآن با این مضمون میاد بر پیامبر خدا که ای محمد از تو در مورد ماه حرام سوال میکنن که آیا در مورد اون جنگ درسته، آیا درسته که این جنگ بشه، کشتار بشه؟ بگو ای محمد راه خدا رو بستن، راه مسجد و حرام رو بستن، مکه رو بر مسلمانان بستن، اونها رو از این سرزمین اخراج کردن، نزد خدا بدتر از این قتل کشتاری که رخ داده و این فتنه‌ای که مشرکین بر شما ایجاد کردن و شما رو درش قرار دادن، شما ناچار به هجرت شدید، بدتر از این قتل هست. فکر نکنید که اونها بهانه گیر آوردند علیه شما میتونن این کار رو بکنن. و صحنه عوض شد وقتی که این آیات بزرگوار، این آیات سراسر رحمت بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد. دیگه که بگو که شرایط تغییر کرد، پیامبر اون غنیمت ها رو گرفت، تقسیم کرد بالاخره بین مسلمانان، اون اسرا رو هم با فدیه آزاد کرد و از کار عبدالله ابن جحش و یاران اون پیامبر خوشحال شد و این حادثه در زندگی مسلمانان برای همیشه باقی موند و یک فرصت خیلی خوبی بود، چرا که اولین جنگی بود که مسلمانان انجام دادن، اولین کشتاری بود که از غیر مسلمانانی که تا به حال از اونها میکشتند و قتل و غارت میکردن رخ داده بود، اولین اسرایی بود که صورت گرفته بود، اولین غنایم بود و اصلا این یک صحنه و تصویر بسیار زیبایی بود. از طرفی خب عبدالله بن جحش اولین امیر مؤمنان هست که واقعا تونسته چنین سرفراز از این آزمایش بیرون بیاد. جنگ بدر شد. عبدالله بن جحش در جنگ بدر از خودش بسیار دلاوری نشون داد، قهرمانی نشون داد، با قدرت خیلی تمام در این مسیر جنگید تا اینکه بالاخره خاطرات زیادی از ایشون هست که از میشه گفت پهلوانی ها و شجاعت ها و اون جهادی که در جنگ بدر نشون داد. اما رسیدیم به زمان
جنگ احد، جنگی که عرب مکه برای انتقام اومده بودن. عبدالله ابن جحش و سعد ابن ابی وقاص همیشه سعی میکردن با هم باشن، دو دوست و دو رفیق بودن. داستان اینها یک داستانی فراموش نشدنیه. بذارید قصه از زبان سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه بشنویم و همچنین عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. سعد میگه که وقتی که زمان جنگ احد شد، من عبدالله ابن جحش رو دیدم. گفت بیا قبل از اینکه جنگ شروع بشه دعا کنیم. من دعا میکنم، تو آمین بگو، تو دعا میکنی من آمین بگم. گفت باشه. گفت بریم یه گوشه خلوت، کسی ما رو نبینه، دعا بکنیم. میگه رفتیم یه گوشه، بعد من دعا کردم. سعد بن ابی وقاص بودم، یا ای پروردگار یه دشمنی رو در برابر من در میدان جنگ قرار بده که خیلی قوی باشه، خیلی قدرتمند باشه، خیلی بهادر باشه، خیلی ورزیده باشه و توانمند باشه و پیکار خیلی سختی هم بین ما برقرار کن. اون با من پیکار بکنه، من با اون پیکار بکنم از این دشمنانی که به ما این همه ستم کردن، اما به من این قدرت روزی رو بده که من بتونم بر اون غلبه کنم و اون رو بتونم به قول معروف بکشم و اموالش رو هم به اسارت بگیرم به خاطر ظلم ستمی که بر ما کردند و این همه تا به حال جنایتی که در حق مسلمانان کردن. عبدالله بن جحش میگه گفت آمین به این دعای من. حالا میگه عبدالله بن جحش دعا کرد، گفت خدایا یک شخصی رو در برابر من قرار بده، بسیار جنگاور، ورزیده، توانمند فلان، که همچنان ما با هم پیکار کنیم، اما در این پیکار من شهید بشم و اون منو بگیره بینی و گوشه منو ببره، فردا که من بیام پیش تو و تو من بگی گوش و بینی چی شده، میگم یا الله من به خاطر شما و رسول شما من اینها رو تقدیم کردم و خدا هم تو به من بگی چی تو راست گفتی. سعد بن ابی وقاص میگه خب من هم آمین گفتم دیگه در این جریان. میگه دعای عبدالله بن جحش خیلی بهتر از دعای من بود. میگه پایان اون روز بعد از جنگ احد عبدالله بن جحش به شهادت رسیده بود، در حالی که قطعه شده بود، به عبارتی مصلح کرده بودن، گوش و بینیشو بریده بودند و بر درختی با نخ آویزون کرده بودند. خداوند دعای عبدالله بن جحش رضی الله عنه رو پذیرفت و شهادت رو نصیب ایشون کرد. این شخصیتی که پسرعمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و پیامبر دستور داد ایشون رو با حمزه سید الشهدا با هم در یک قبر قرار بدن. حمزه دایی ایشون میشد دیگه، همه رو هر دو رو با هم در یک قبر قرار بدن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با دستان خودش روی اینها خاک پاشید، در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود بر این خاک‌های پاک. خداوند محبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر رو به خاطر خود الله رب العالمین در قلب‌های ما قرار بده. تا روز دیگه و قصه دیگه شما رو به خدای مهربان میسپارم.